بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر خواهران عزیز همگی خوش آمدید. از دور باشد هم به درس های روزی سه شنبه که اساساً ما درس عقیده و از فقه مذهب حنفی و اینچنین بعضی علاوه های از مذهب های دیگر میکنیم و میخوانیم. خواهران عزیز، ما درباره 12 امامی که در نزد شیعه ها امام هستند و در نزد ما اهل سنت و جماعت هم جایگاه خاص خود را دارند گفتیم و گذشتیم با آخرینشان که آنها مهدی میگویند. امروز دوام میدیم از دوام کتاب عقیده طحاویمان. خیلی که در یادتان هست گفته بودیم به آخرها رسیدیم و امروز خیلی یک موضوع مهمی عقیده را در اینجا با ما بررسی میکنند. به اذن الله خیلی امیدوار هستم که بعد از خواندن یا بعد از گذشتن این درس خیلی موضوع هایی که برای اکثریت مردمی عوام در داخل کشور پوشیده هست گشوده خواهد شد. اینجا امام طحاوی میگویند و من احسن القول فی اصحاب رسول الله و ازواجه الطاهرات من کل دنس و ذریاته المقدسین من کل رجس فقد برئ من النفاق. و هر کسی که از مسلمان ها زبان خود را از بدگویی از اصحاب پیامبر و همسران پاک پیامبر و ذریه پاک پیامبر زبان خود را باز داشت و نسبت آنها یگان بدی را یگان بدزبانی را روانه دید، در حقیقت از نفاق پاک است. یعنی گویا امام طحاوی اینجا به ما اشاره میکنند که یکی از نشانه های منافقی این است که تو در قلب خود بدبینی داشته باشی نسبت اهل بیت پیامبر، نسبت همسر و فرزندان پیامبر و البته نسبت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم. و در صحیح مسلم است خواهران عزیز حدیث مشهور که پیامبر در مکانی که نامش خم است و بین مکه و مدینه هست خطبه میخوانند و به مردم میگویند بدانید ای مردم، من هم مثل شما یک انسان هستم. نزدیک است که رسول یا فرستاده پروردگار به نزد من آید و من دعوت او را اجابت کنم. یعنی نزدیک است که فرشته مرگ به نزد من آید و من همراه او بروم. بدانید که من برای شمایان دو چیز گرانبها را میگذارم. یکی کتاب الله که در آن هدایت و نور است و شما کتاب الله را بگیرید و به آن خیلی و خیلی متمسک یعنی بچسبید. و دوم، من برای شما اهل بیتم را میگذارم و به شما وصیت میکنم که با اهل بیت من خوب باشید، یعنی به اهل بیت من ظلم نکنید. وای که این وصیت پیامبر کجا رفت. خیلی که با هم خواندیم با نبیره های پیامبر چی کردند و سپس، ولی هرچی بود دیگر گذشت و تاریخ را برگردانیده نمی شود. چه خیلی گفتیم تمام اهل سنت اتفاق بر آن هستند که حسن و حسین از ریحانه های محبوب پیامبر بود. هر کسی به خون آنها دست آغشته کرد او ظالم است و در نزد پروردگار جواب میگوید. و پیامبر 3 بار گفتند و من شما را وصیت میکنم، نصیحت میکنم که با اهل بیت من معامله خوب داشته باشید. و در صحیح بخاری هم هست که پیامبر میگویند اهل بیت محمد را پس از مرگ پیامبر یعنی با اهل بیت پیامبر معامله خوب داشته باشید یا گفتیم به آنها اصلا ظلم نکنید. ولی خیلی گفتیم خیلی و خیلی هم ناانصافی هم بیرحمی نسبت اهل بیت پیامبر شده بود و این وصیت ها کجا رفت. و درباره اهل بیت پیامبر وقتی صحبت میکنیم البته اینجا بدانیم که اهل بیت پیامبر چه خیلی که شیعه ها فقط فاطمه و زهرا و علی و حسن و حسین میگویند، فقط اینها نیستند. همسران پیامبر هم سر از حضرت خدیجه شروع کرده تا حضرت عایشه و حفصه و اینها رضی الله عنهن اجمعین اهل بیت پیامبر هستند. ولی از اینکه وقتی میخواهند یک جماعت قوی را پاره کنند
عبدالله ابن سبا لعنت الله علیه شروع کرده بود به مردم فتنه انداختن رو و حتی حضرت علی رو بعد از پیامبر تو وصی پیامبر تو رو گذاشته رفت گفته بود. از همون زمان دیگر پیدا شد این گونه فقط اهل بیت گفتن و یک دو تانه گروه صحابه ها را لعنت کردن و حتی کافر گفتن که این رو شما در زبان شیعه ها میبینید و پروردگار هدایتشان کند. و عجیبش این است که چی در اینترنت باشد، چی در کتاب ها باشد، چی در بعضی از شبکه های مخصوصی، بعضی آنهایی که فقط خود را اهل بیت میگویند، یعنی عقیده شیعه داشته بعضی نفرها باشد، میبینید که فقط از دین تعریف کردن اهل بیت و پس زدن یا گفتیم طعنه زدن به صحابه دارند. گویا اسلام با همین پیش می رود، با طعنه زدن به صحابه و با تعریف کردن اهل بیت که در اینجا گفته قرآن چی می شود و گفته حدیث چی می شود. بعد از اینکه میگویند بدانید که مسلمان همانی هست که نسبت اهل بیت پیامبر، نسبت صحابه های پیامبر، نسبت فرزندان پیامبر بدبینی ندارد و کسی نسبت آنها بدبینی داشته باشد او در نفاق است. شروع میکنند درباره علمای سلف و میگویند و علماء السلف من السابقین و من بعدهم من التابعین اهل الخیر والاثر و اهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجمیل و من ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل. و علمای سلف از سابقان یعنی از صحابه ها و آنهایی که بعد از صحابه ها آمدن از تابعین، اینها اهل خیر و اهل آثار می باشند، یعنی اینها اهل خیر و روایت کننده های حدیث پیامبر و زمان پیامبر می باشند و این چونین اینها اهل فقه هم هستند، اهل نظر هم هستند، یعنی نظرهای خود را در بعض مسئله ها بیان کردن. آنها را بجز خیر و زیبایی، بجز هر چی خوبی هست به دیگر چیز ما یاد نمی کنیم و کسی آنها را به بدی یاد کرد نسبت صحابه های پیامبر، نسبت علما و تابعینه که حدیث پیامبر و فقه صحابه رو به ما رسانیدن بدگویی کرد، فهو علی غیر سبیل، او در راه راست نیست، او در راه اهل سنت نیست. همینجا خواهران عزیز به همین کلمه یک بار نظر کنید. و علماء السلف من السابقین و من بعدهم من التابعین، و علمای سلف از سابقان و آنهایی که بعد از آنها آمدن تابعین. در هر کتاب فقه، در هر کتاب عقیده، در هر کتاب شما اگر کلمه سلف رو بخونید و علیه سلف گویند یا که و قال سلف گویند، فکر نکنید که سلف گفته دو سه نفرانه که امروز من سلفی هم میگویند آنها رو در نظر دارد. سلف گفته در کتاب ها اساساً صحابه ها و تابعین و شاگردان تابعین را در نظر دارد. مثلا امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اینها همشون از سلف هستند. چرا؟ استادان اینها تابعین و تابعین استادانشان صحابه و صحابه شاگردان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. یعنی سلف گفته یا بعضی گمان میکنن سلفی چی است، یعنی این سوال رو خیلی گوش میشنویم. ببخشید در کتاب ها چه خیلی گفتم هر جا کلمه سلف میگذرد درباره تابعین و شاگردان تابعین و درباره صحابه ها گپ میرود. اما امروزه آنهایی که میگن ما سلفی هستیم، بداند که پیامبر صلی الله علیه و سلم یا در زمان پیامبر یا در زمان صحابه و تابعین کسی خود را من سلفی هم نمی گفت و در ما فقط مؤمن و مسلمان است. ما همه مسلمان هستیم، ما همه مؤمن هستیم. بعد از این جدا شدن فرقه ها رفت و اینجا میگویند بدانید مایان مسلمان حقیقی آن هست که او نسبت علمای خود احترام میگذارد. علمای حدیث، علمای فقه، علمایی که زانو زدند و در نزد صحابگان، در نزد شاگردان صحابگان، در نزد تابعین درس خواندند. و چقدر بی آدابی هست، چقدر بی انصافی هست. امروز دو کلمه درس خونه و بعداً نسبت
یکی از علمای بزرگ که چندین کتاب نوشت، با چند تابعین نشست یا با چند شاگردان تابعین نشست، بگویی و هیچ چیز رو نمیدانست. به نزدیکی نمیدونم یک صدای کمی رو به من فرستاده بودن، نمیدونم خودش کی هست، میگوید من از ابو حنیفه بالا، عقیده من از عقیده ابو حنیفه صحیح تر است. تو کجا هستی و ابو حنیفه کجا هستن؟ ابو حنیفه با شاگردان عبدالله ابن مسعود، با شاگردان عبدالله ابن عباس، آنهایی که با پیامبر نشسته بودن نشسته درس خواندن. تو نزد کی خوانده و چی خوندی که امروز بیای بگوی من از ابو حنیفه بهترم یا من از فلان و از فلان بهترم؟ پناه به الله از این گونه بی‌آدابی و از این گونه به حرمتی نسبت علما. و اینجا الله میگوید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. و هر کسی که مخالفت پیامبر کند، یعنی با پیامبر صلی الله علیه و سلم مخالفت کند، برعکس گفته پیامبر عمل کند، و بعد از اینکه به او راه پیامبر و اسلام کشاد و روشن بیان شد و از راه مسلمان ها بازگردد، به هر جایی که او، یعنی به همان راه برگشتش او را برمیگردانیم و او را داخل جهنم میکنیم. و چی بد است مسیر او، یعنی بازگشت او. الله اینجا تهدید میکند به هر کسی که خلاف راه پیامبر است و خلاف سبیل مؤمنان است، یعنی مؤمنان را میگذارد و خود را جدا و تنها از همه یک طرف، از همه بالاتر حق میداند. و علما ورثه پیامبر هستند. خواهران عزیز، چه صاحبان مذهب از ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و شاگردان اینها و علمای ربانی که کتاب‌های آنها در دست ما هست، از کتاب‌هایشان استفاده می‌کنیم، سخن‌های شاگردانشان هست، اما یکی آنها خطای کرده باشند، یکی حدیث رو از روی یا ندانستن یا با یگان تعویل ترک کردن حدیث رو نگرفته باشن، این معنیش این نیست که فلان عالم است گویان ما حدیث رو کنار گذاریم و به سخن عالم بچسبیم، چون سخن تمام علما هست. یگان عالم خود را از پیامبر و از حدیث پیامبر بالا نمیداند. بعضا می شود که بعضی حدیث ها چون در زمان آنها جمع نشده بود نرسیده است، بعضا حدیث را آنها ضعیف دیدن یا میگن در این حدیث معنای سخن پیامبر دیگر است و ما نباید وقتی حدیث صحیح وجود دارد بگویم نه من با حدیث کاربر ندارم، من فلان عالم را میبینم که در این وقت مانندی میشود به یهود و نصرانی ها که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، آنها سخن علمای خود را به جای سخن الله گرفته بودند، علمایشان حلال را حرام کند هم قبول داشتند و برعکس. بعد از این میگویند ولا نفضل احدا من الاولیاء علی احد من الانبیاء علیهم السلام و نقول نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء. و میگویند ما اهل سنت و جماعت یگان اولیاء را از یگان پیامبر بالا نمیدانیم و ما یقین داریم که یک پیامبر از تمام اولیاء بالا هست و میدانید که در روی زمین از همه انسان‌های معصوم بیگناه و از جهت احترام و از جهت شرف برومندترین اینها پیامبران میباشند. از پیامبر کسی بالا نیست، از پیامبر یگان اولیای، یگان علمای، یگان پدر و مادر، هیچ کس در روی زمین بالا نیست. و هر کسی که میگوید فلانی در بعض شعرهای تاجیکی هست مادر از پیامبرها بهتر است و مهربانی مادر از پیامبرها بهتر، تماما گپ‌های کفری هست، تماما گپ‌های کفری است. و اینجا چرا میگویند که ما یگان اولیاء رو، یعنی اولیاء گفته خود پروردگار چی میگوید؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و كانوا یتقون. بدانید که اولیای الله برای آنها هیچ ترس و هیچ غمی نیست، نه از آینده ترس دارند نه برای گذشته. اما اولیاء کی هستند؟ الذین آمنوا و كانوا یتقون، آنهایی که ایمان دارند به الله و اهل تقوا هستند. یعنی تمامی مؤمنی که اهل تقوا هست انشالله او چه است؟ از اولیاء هست. و اینجا بعضی ها در یعنی گروه صوفی ها این دیده می شود و متاسفانه در تاجیکستان هم هست، یعنی
پیری من، پیری پدر و مادرم یک اولیا هستند گویان به پیامبر احترامی نکردهشان را به آن انسان یا به قبر آن انسان میکنند. خدا میداند آنها فکر کردند یا نه که من باره به مدینه روم قبر پیامبر رو زیارت کنم یا گفتم مسجد پیامبر رو زیارت کنم، به فکرشان نمیرسد. اما همیشه در فکر زیارتی همون پیرشان هستند، یعنی پیر من، قبر پیر من، فرزندان پیر من، اگرچه اون انسان تماما در بین مردم نه با علم شهرت یافته باشد نه به دعوت و چیز دیگر. یعنی در حقیقت گروه هستند که یک انسان رو، یک انسانی عادی رو، نمیدونم به خاطر علمش گویم اهل علم که عموما از این چیز اهل علمی حقیقی اصلا خود را به کسی پیر اعلان نمی کنند، به کسی خود را من اولیایم دعای من اجابت است از من دعا و فاتحه گیر نمی گویند. این گونه انسان های هستند. یعنی اون هم برمیگردد به دو چیز، یکی به بیسوادی، یکی به شهرت پرستی. بعضی انسان هایی که بیسواد و شهرت پرست هستند برای شهرت یافتن در نزد مردم چیزی میگفتهشون اهل بیت من همه پیر گذشتند و من هم دعایم اجابت است و من هم فاتحه میدیم و این گونه. و آدم های عامی باشد میروند و از اینها دعا میگیرند، میروند و حتی سبحان الله در همون دهه ما یک نامش رو نگیرم، خونه یک ملا می رفتن به گفت ملا، الله علم قرآن رو هم درست خونده نمیتوانست، خاکهای خانه او رو مردم حتی تبرک کرده گرفته می آمدن که در این خانه خیلی اولیاها، خیلی پیرها گذشته باشن. و دلیلش چی است؟ همون پیرمردی همون خانه گفتگی است، اولاد ما همه پیر گذشتن، همه اولیا بودند و از این چیزها. یعنی در گروه صوفیای هم هست، یعنی پیر خود رو از پیامبر هم حتی بالا میدانند و از ارواح او، از خود او چیزهای، یعنی مرا به جنت میبرید، در وقتی رفتم به جنت اهل بیت مرا فراموش نکنید، چیزهای تماما شرکی و از دین بیرون. و چه خیلی گفتم متاسفانه در تاجیکستان ما هم هست و من خود شخصا شاهد بودم که خیلی گفته شدم حتی خاکی در یک بعضی انسان ها رو که اگر به زندگی اون انسان ها نگاه کنید نه در اون خانواده سنت وجود دارد، نه یگان پیروی صحابه و پیروی قرآن وجود دارد، میروند و از آنجا چی میگیرند؟ خاک برای شفا یا برای تبرکی. و اینجا چی میگویند؟ یگان پیره، یگان انسانی و حتی او اولیای صالحین باشد، در حقیقت او از پیامبر بالا نیست اصلا. ابو حنیفه رحمت الله علیه امام اعظم از پیامبر بالا نیستند اصلا. امام شافعی و امام مالک اینها از پیامبر بالا نیستند، اینها انسان های عادی هستند، علما هستند، احترام خود را دارند، اما معنایش این نیست که بگویی اینها از پیامبر هم بالا هستند. یعنی ارواح محمد مدد کند این گپ ها نیست الحمدلله، اما ارواح ابو حنیفه مدد کند و امام اعظم مدد کند هست در بعضی ها که دیگر حتی نعوذ بالله ابو حنیفه را به مقام خدایی هم بعضی ها برآوردن. و اینجا چی میگویند؟ مایان اهل سنت یگان اولیا را بالاتر از پیامبر نمیدانیم و تمام پیامبران و حتی یک پیامبر از 1000 اولیا بالاتر می باشد. و اینجا خواهران عزیز، کسانی که در مسئله همون اولیاگی گپ میزنن، ما پیشتر هم گفتیم یگان اولیا رو نمیبینی که او به مردم بگوید های من اولیا هستم، های من دعایم اجابت است، های چیزی دیگر، یعنی این رو هیچ نمیشنوی. حتی صحابه و تابعینی که مستجاب و دعوه بودن، یعنی دعایشان اجابت بود، از مردم میگریختن، از شهرت میگریختن. امام احمدی حنبل گریه میکردن که وای که من به بلای شهرت گرفتار شدم، خیلی مردم مرا یعنی آبروی مرا خیلی برآوردند و از این شهر و از اون شهر به زیارت من می آیند، من از این کجا گریزم؟ یعنی اهل ایمان حقیقی، اهل دین حقیقی از پی شهرت نیست، از پی من اولیایم دعای من اجابت، این گپ ها نیست. حاشا لله. این چیزها رو از کسی شنیدید که میگوید دستی من شفا دارد، دعای من شفا دارد، خانه من شفا دارد، بدونید که یک جاهل است. او در راه پیامبر و در راه علما یا گفتیم در راه صحابه و تابعین نیست. و درباره همین
اولیا یا گفتیم کرامات، خواهران عزیز، انسانی که از الله میترسد، مؤمن حقیقی، از پی آبرو و خیلی گفتم از پی به خود مردم جمع کردن نمیگردد. او از پی عبادت خود میگردد و او از پی رضاگی الله را به دست آوردن میگردد. و در دوامش میگویند و نؤمن بما جاء من کراماتهم و صح عن الثقات من روایاتهم. و ما ایمان داریم به هر کرامتی که از آنها آمده است، یعنی ما به کرامات اولیا باور داریم، ایمان داریم، لیکن هر کراماتی که با دلیل صحیح و ثابت آمده است. خواهران عزیز، درباره این که اولیا کرامات دارن یگان شک و شبهه نیست. اولیای حقیقی کرامات دارن یگان شک و شبهه نیست. در قرآن، خود قرآن کریم چند دلیل دارد. اصحاب کهف آنها پیامبر نبودن اما با کرامات بودن. آنها 300 سال زیاد خواب کردند و یگان جای بدنشان نپوسیده بود. و حضرت مریم پیامبر نبودن و حضرت مریم در سوره آل عمران است که کلما دخل علیها زکریا وجد عندها رزقا، زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر وقتی که زکریا نزد مریم داخل می شدن، در نزد مریم رزق میوه ها پیدا می کردن در زمستان، که این کرامات بود. یا سعد ابن ابی وقاص مستجاب بود دعوه بودن، دعاهایشان اجابت می شد. یعنی کرامات در صحابه ها، در بعضی از تابعین یا در بعضی از علما هم دیده می شود و هست، به این شک نیست. اما معنایش این نیست که یک نفر کرامات یکی داشته باشد، یعنی یک کسی رو دیدید که او در حقیقت دعاهایش اجابت است، یک کسی رو دیدید که به کسی دعاخوانی میکند او شفا مییابد، معناش این نیست که او رو از پیامبر بالا دانید. معناش این نیست که او رو نعوذ بالله به خود یک خدا انتخاب کنید و دیگر فکر و ذکرتون همون انسان باشد که پیش وی روم، نزد وی روم، از او دعا گیرم یا چیزی دیگر گیرم. و معنای کرامات خودش چی است؟ میگویند ما ایمان داریم به کرامات هایی که با دلیل صحیح و ثابت به ما نقل شده هست. معنای کرامات کاری که آن انسان، یک انسان میکند و دیگرها کرده نمیتوانند. الامر الخارق للعاده، یعنی عادتا وی کار رو کسی کرده نمیتواند، در آنها دیده میشود. و اینجا یک مسئله دیگر است، مسئله این که بعضی کرامات هست در بعض انسانی که اصلا مثلا در او شما دین دیده نمیتوانید. مثلا یک انسان دعاهایش اجابت است، یا یک انسان است که بعضی چیزها رو پیشگویی میکند، اما شما میدونید که وی انسان اهل نماز نیست. گفته نمیشود که این کرامات است، گفته میشود که این یک ابتلا هست. پروردگار او را چی دارد؟ امتحان کرده ایستاده است با این یکی از نعمتهایش. اما دیدید که یک آدم تقوادار، یک اهل دین، در او کرامات هست، پس این چی هست؟ پروردگار او را عزت داده ایستاده است، این اولیایش را با این کراماتش. برای آنکه در بعضی از نفرهایی که مثلا حتی از دین دور باشند هم دعای هایشان اجابت می شود، یا اینکه بعضی کارهای غیر عادی دارند باور کنیم. و ما اینجا بعضی از علمای بنی اسرائیل را می آورند. بلعم ابن باورا، یک نفر رو که میگن در زمانش همیشه دعاهایش اجابت می شده، در حالی که در اول این انسان در راه الله بود، بعدن مغرور می شود و دیگر پروردگار این رو نابودش می کند. یعنی بعضی کرامت ها هست، بعضی کارهای هست که چه خیلی گفتم در انسان های دیندار دیده می شود. بعضی کارهای هست که در جادوگرها دیده می شود، یا در یک انسانی که عموما از دین بیخبر است دیده می شود. در اینجا اصلا این را هم ما چه انسانی کرامت دار، این انسان مثلا از دستش کار زیاد می آید، گویان نباید به این درجه براریم. شما وقتی که یک نفر میگوید فلانی مثل اولیاء هست، حتما ببینید که الله میگوید الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیاء آنی هست که به الله ایمان دارد و تقوا دارد. او دروغگو نیست، او حرامخور نیست، او من پیر هستم گویان پول مردم را جمع نمی کند، او من دعاخوان هستم گویان تمامی مردم را در اطراف خانهش جمع کرده از همه آنها تا چند هزار پول نمی گیرد. یعنی وقتی یک نفر رو به شما گفتن که او اولیاء هست یا
او دعاخوانی میکند یا او پیره هست چیزی دیگری هست، حتما باید ببینیم که این انسان کی هست، ایمانش چگونه است. یعنی البته یک انسان مؤمن را در عملهایش دیده می شود، حرامخوری دارد ندارد، اهل بیتش چگونه هستند. و همان نفری که خواهران عزیز در دهه ما بود، همون یک پیرمرد، دخترش سراینده بود، یعنی دخترش زن در تویها سرود میخوند و دیگر میرقصید و چیزی دیگر. یک دختر دیگرش هم خیلی بدروحه بود. یعنی عموما یک عائله که دین یک طرف استاد، در انسانیت از همه پس بودن، مردم میرفتند خاک خانهش رو برای شفا میگرفتن یا دعاخوانی میکردن. سبحان الله. یعنی جهل همین گونه است. جهل یا گفتیم شهوتی جهل همین گونه است که انسان دیگر عقلش کاملا پوشیده می شود در این مسئله ها. برای همین نه هر کسی که خود را اولیا می گیرد او اولیا هست، یا گفتیم نه هر کسی که خود را ملا می گیرد و دعاخوانی می کند و من فاتحه می دهم، من دعا می دهم، من دستی پیر می دهم می گوید، او از جمله آنها هست. در این مسئله باید خیلی احتیاط باشه. این مسئله کرامت خواهران عزیز، یا ببخشید کرامات، بعضا من لغزش زبان می شود و بعضی کلمه را خطا تلفظ می کنم، از این معذرت می پرسم. یعنی نخواسته این چیز می شود. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مسئله کرامات اولیا که مسئله وسیع تر است، الله نصیب کرده باشد انشاءالله درس دیگر باز دوام میدیم، چون چیزهای زیادی هست که باید بگوییم و گمان میکنم وقت برای فقه نمیرسد.